شرح زندگانی بنده سید محمد علی جمالزاده آش دهانسوزی نیست. سنم را درست نمی‌دانم. در اصفهان به دنیا آمدم. پدرم از فامیل صدرهاست. آیت الله صدر که در قم وفات یافت از پسرعموهای من می شود. پدرم اصلاً از سادات جبل عامل لبنان است. پدرش در همدان دختری از آن شهر گرفت و پدرم پس از مرگ پدر با مادر خود برای تحصیل به تهران آمد. از تهران هم به اصفهان رفت. در اصفهان مادر مرا که دختر میرزا حسن باقرخان از اعیان آن شهر بود به زنی گرفت. از همان تاریخ پدرم که اهل منبر بود و لقب صدرالمحققین داشت از آزادی و عدالت دم میزد. قدرت ظل السلطان که حکومت اصفهان را داشت مانع بود که پدرم بتواند در خود اصفهان به موعظه بپردازد. لذا اغلب ماه‌های محرم و صفر و رمضان را در شهرهای دیگر ایران و مخصوصاً تبریز می‌گذرانید. همان اوقاتی که پدرم در تبریز بود و ماه محرم و صفر گذشته و او در شرف مراجعت به اصفهان بود، من و مادرم در اصفهان چشم به راه بودیم. مادرم کاغذی به پدرم نوشت و آن را با قدری پول به من داد که به پستخانه ببرم. پستخانه در بازار نزدیک مسجد شیخ لطف‌الله بود و عبارت بود از یک دکان عطاری. وقتی از میدان شهر می‌گذشتم دیدم مردم جمع شدند و غوغایی برخاست. نزدیک شدم دیدم 2 نفر تاجر بلند بالا را با سر برهنه در میان گرفتند. در همان وقت که شخصی که یک پیت علوی نفت در دست داشت فرا رسید. مردم از اون نفت خریدند و ریختند بر روی آن 2 نفر و آتش زدند. همانطور که آن 2 نفر می‌سوختند و التماس می‌کردند، مردم آنها را کشان به طرف مسجد بردند. من هم با جمعیت وارد مسجد شدم. دیدم آقا جواد صراف را انداختند و پاهایش را وسط مسجد در فلک گذاشتند و چوب یا حد شرعی می‌زنند. فراموش کردم کاغذ را به پست بدهم. دوان به خانه برگشته غذایا را برای مادرم حکایت نمودم. خانه ما در اصفهان در محله بیداباد نزدیک چهارسوی علی قلی آقا بود. قاضی شهر که گویا با دختری از خانواده ظل السلطان وصلت کرده بود با پدرم دوستی داشت. مادرم خیلی نگران شد. مرا فرستاد که از قاضی بپرسم آیا اگر پدرم به اصفهان بیاید برای او خطری در میان است یا نه. قاضی مادرم را که با عیالش آشنایی داشت خواست و بعدها مادرم به من گفت که قاضی به او گفته بود امروز در حضور ظل السلطان بودم و ظل السلطان قیچی در دست داشت و گفت منتظرم این سید جمال پایش به اصفهان برسد تا گوشت بدنش را با این قیچی تکه تکه کنم. فوراً به داییم میرزا حبیب‌الله خان که بعدها سجل فرزاد گرفت و پدر مسعود فرزاد است تلگراف کردیم که به پدرم خبر بدهد صلاح نیست به اصفهان مراجعت نماید. چند روز بعد میرزا حبیب‌الله خان سرزده وارد اصفهان شد و خانه و اساسیه ما را با عجله به فروش رسانید و مادرم را با من و برادر دیگرم با دلیجان شبانه به طرف تهران حرکت داد. در تهران دهکده‌ای به اسم علی‌آباد در نزدیکی‌های شهر قم بود که صدها نفر از فراریان شهر یزد در کاروانسرای آن به صورت تأثرآمیزی منزل کرده بودند. آنها از دست جور و ستم حکومت جلال‌الدوله پسر ظل السلطان که در یزد مقداری از مردم یعنی زن و مرد و بچه را به قتل رسانده بود فرار کرده بودند. ما به تهران که رسیدیم کم کم پدرم شروع به وعظ نمود و همان موقع مقدمات مشروطیت شروع گردید. من در تهران در مدرسه ثروت و ادب درس می‌خواندم. در انقلاب‌های اول مشروطیت پدرم از پیشقدمان بود. شاید بتوان گفت اول آدمی بود که علنا در بالای منبر از آزادی و عدالت و این قبیل مسائل سخن رانده است. در پای منبر او جمعیت زیادی جمع می‌شد. حتی در ماه رمضان که هوا گرم بود و روزها در سهم مسجد منبر می‌رفت، جمعیت به قدری زیاد می‌شد که درهای مسجد را می‌بستند و مردم در بالای بام مسجد و در مناره‌ها جا می‌گرفتند. یادم از پدرم شب‌ها در مسجد سید عزیزالله خطاب به مردم می‌پرسید: ای مردم، آیا می‌دانید قبل از همه چیز چه لازم دارید؟ هر کس چیزی می‌گفت. آنگاه پدرم می‌گفت: حالا گوش بدهید تا من به شما بگویم چه لازم دارید. شما قانون لازم دارید. حالا همه صداها را در هم بیاندازید و بگویید قانون. یک دفعه از حلقوم چند هزار نفر فریاد قانون بیرون می آمد.
این صدا در تمام شهر و اطراف و اکناف پایتخت میپیچید. پدرم میگفت حالا این کلمه را تهجی کنید. همه با هم میگفتن قاف و الف قانون و واو پیش نون قانون قانون. موعظه پدرم را تندنویس‌ها یادداشت برمی‌داشتند و در روزنامه‌ای که به اسم الجمال به طبع می‌رسید چاپ می‌کردند و به فروش می‌رسید. در موقعی که مستبدین در میدان توپخانه علمشنگه برپا ساخته بودند و فریادشان در سکوت شب فضای تهران را پر می‌کرد، مادرم می‌ترسید که بریزند ماها را به قتل برسانند و خانه را خراب کنند. مخصوصا در خاطر دارم که شبی از خواب بیدار شدم، دیدم مادرم و پدرم بر بالین من نشستند و اشک می‌ریزند. معلوم شد در نیمه شب در خانه را به سختی می‌کوبیدند و پدر و مادرم یقین کرده بودند که برای دستگیری پدرم آمدند. پای پدرم قدری می‌لنگید. مادرم التماس می‌کرد که بیا از راه بام فرار کن. پدرم میگفت با این پای لنگ چگونه فرار کنم؟ بلاشک در بالای بام هم مأمور گذاشتند. بالاخره وقتی خدمتکار پیرمان رفت و در خانه را باز کرد، دیدم از فرط شادی اشک می‌ریزد. فهمیدیم خروس بال به هم زده و ما خیال کرده بودیم در خانه را می‌زنند. در اوایل مشروطیت که در هر محله‌ای از تهران مشروطه طلبان به اسامی و عناوین مختلف انجمن‌ها درست کرده بودند و خطابه‌ها خوانده می‌شد، در محله سید ناصرالدین هم که محله ما بود، انجمنی تشکیل یافته بود. بعد از ظهرها صحن امامزاده را آب و جارو می‌کردند و فرش می‌انداختند و مردم کاسبکار محله جمع می‌شدند. آنهایی که کوره سوادی داشتند در محاسن مشروطیت خطابه‌ها می‌خواندند. روزی به فکرم رسید که من هم خطابه حاضر کرده بخوانم. این اولین قطعه ادبی است که به قلم من نوشته شده است. معنی زیادی نداشت، ولی عبارتها را سوار هم کرده بودم و وقتی به آن صغر سن آن را با صدای لرزان خواندم، البته مبلغی مرحبا و آفرین تحویل گرفتم. وقتی شب پدرم خبردار شد و خطابم را به او نشان دادم، مدتی خندید و پرسید اینها را چطور به هم انداخته ای؟ 10-12 ساله بودم که پدرم مرا برای تحصیل به بیروت فرستاد. چند سالی در آنجا بودم و مشغول تحصیلات متوسطه در مدرسه آنتورا که دهکده‌ای است در جبل لبنان، مشرف به دریای مدیترانه. کشیش‌های لازاریست آن را اداره می‌کردند. در آنجا بود که اولین بار با قلم و نوشتن سر و کار پیدا کردم. با یک نفر از همشاگردان روزنامه‌ای به فرانسه با دست می‌نوشتیم که معنی فارسی اسمش شعار بود. من در آنجا 1-2 بار به زبان فرانسه شعرهایی هم نوشتم که یک قطعه‌اش در باب برف بود. در خاطر دارم اوایل شب با شاگردها در اتاق بزرگی پشت میزها مشغول تهیه تکالیف کتبی خود می‌شدیم. یک نفر از کشیش‌ها ناظر و مراقب ما در بالای منبر بلندی نشسته بود و ما از او سخت می‌ترسیدیم. روز عید تولد یکی از همشاگردها بود. شرحی به اون نوشتم که امروز باید ما را آباد کنیم، ولی من شکلات سیاه نمیخواهم. پسته، هرچند که میگویم خندانه است، ولی پوستگلوب و دندان شکم است نمیخواهم. بلکه آن چیزی را میخواهم که ظاهرش پاک و نورانی است و باطنش سفید و فروزان است. با همه جوانی گرد حجب و حیا بر صورتش نشسته است و جامعه سفید عصمت و عفت بر تن دارد. اگر نفهمیده‌ای میگویم تا بفهمی که مقصودم گز اصفهان است. افسوس که این کاغذ به دست مبصر، یعنی آن کشیش صعب المعامله و دژم افتاد. برای من یقین حاصل بود که مرا سخت تنبیه خواهد کرد، اما چقدر متعجب شدم وقتی شنیدم در کلاس علم فصاحت، رتوریک که بالاتر از کلاسی بود که من در آنجا درس می‌خواندم، معلم آن پیام مرا برای شاگردانش خوانده است و همه مقداری خندیدند و ابداً صحبت از مؤاخذه و تنبیه در میان نیامد. اغلب در تکالیف انشا معلممان درباره من کلمه اوریژینال را استعمال می‌کرد. معنی کلمه را درست نفهمیده بودم. با مراجعه به کتاب لغت لاروس دستگیرم شد که با جنون و سادگی سر و کار دارد. خیلی اوقاتم تلخ بود، تا آنکه کم کم فهمیدم تعریف و تمجید است، نه تکذیب و تقبیح. لازاریستا مدرسه‌ای داشتند در یکی از شهرهای شمالی فرانسه. دلشان می‌خواست مرا به خرج خودشان به آن مدرسه بفرستند که در فن نویسندگی خودم را حاضر بسازم و بعدها در روزنامه‌ای که به اسم صلیب داشتند محرر بشوم. اما تقدیر طور دیگری خواست و حق با تقدیر بود. در خاطر دارم روزی موضوع تکلیف انشا این بود که
دلتان می‌خواهد مثل کی بشوید؟ چون کشیش‌های لازاریس خود را فرزندان مقدس ونسان-دو-پل فرانسه می‌دانند، بسیاری از شاگردها جواب دادند دلمان می‌خواهد مثل او باشیم. تنها من فضول جواب دادم دلم می‌خواهد مثل ولتر باشم. چون ولتر در نزد کشیش‌ها و اصحاب مذهب کاتولیکی سخت منفور و مبغوض است. این جواب من موجب سرزنش‌ها و توبیخ‌های رسمی و غیر رسمی بسیار شد. حتی تهدید کردند که از مدرسه اخراجم می‌کنند. البته خودم هم ولتر را خیلی کم می‌شناختم، ولی در خاطر دارم وقتی در ایران بودم یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پاریس مقاله‌ای در باب پدرم انتشار داده بود و عکس او را چاپ کرده و او را ولتر ایران خوانده بود. از همان وقت اسم ولتر به گوشم رسیده بود. از بیروت مدتی برای سیاحت به مصر رفتم. در قاهره با یک نفر از ایرانیان مقیم مصر آشنا شدم، موسوم به حاج شیخ ابوالقاسم شیرازی که مغازه مهر و تسبیح فروشی داشت. به قدری از این پیرمرد با علم و تجربه که مقام اجتهاد هم داشت و می گفت با شیخ فضلالله نوری هم درس بوده است، چیزهای عجیب از آزادمنشی و فهم و ذوق دیدم که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. از مصر هم بعد از مدتی بیرون رفتم و تحصیلات حقوق را در شهر لوزان سوئیس شروع نمودم. در سالهای تحصیل که از هیچ کجا پول نمی رسید و امیدی هم نداشتم که برسد، از حیث معاش گاهی بسیار سخت می گذشت. اگر دوستانی نبودند که مرا با خود هم کیسه و هم کاسه می دانستند، نمی دانم کارم به کجا کشیده بود. یک شب که از گرسنگی تاب و توان برایم باقی نمانده بود و جرأت بیرون رفتن از منزل هم نداشتم، یک نفر از دوستان به دیدنم آمد. گفتم کاغذی به مادرم که در تهران است نوشتم، اما پول تمبر ندارم. امیدوار بودم که آن دوست وجه مختصری به من خواهد داد و من به جای تمبر با آن وجه قطع نانی خواهم خرید. از قضا آن دوست تمبر با خود داشت و به قدری که برای کاغذم لازم بود تمبر داد و رفت و من خجالت کشیدم که حقیقت مطلب را به او بگویم. وقتی تصدیقنامه علم حقوق را گرفتم، موقع جنگ اول بود و عده‌ای از هموطنان برای کارهای ملی در بلند جمع شده بودند. مدتی با آنها بودم. با آنکه از همه آنها جوانتر بودم، وقتی که خواستم یک نفر را برای تبلیغات و تأسیس یک روزنامه به زبان فارسی به بغداد و از آنجا به ایران و کرمانشاه بفرستند، قرعه به اسم من درآمد. عازم بغداد شدم که بسیار مسافرت پرمشکلاتی شد. در استانبول به دست نظمیه در زندان افتادم. میگفتند اگر مسلمانی چرا کلاه فرنگی به سر داری و چرا ترکی حرف نمیزنی؟ بالاخره با هزار زحمت با میرزا رضا تربیت، برادر مرحوم میرزا محمد علی خان تربیت، تماس گرفتم. آن وقتا او در استانبول کتاب فروشی داشت. خودش را فوراً به من رسانید و نزد کمیسر مترجم شد و آزاد شدم. از بغداد به کرمانشاه رفتم و 16 ماه در آنجا و مدتی هم در لرستان و اطراف مشغول کار بودم. مناسبات و روابطی که در آن موقع با ایلیات و عشایر لر و کرد، علل خصوص کاکاوند و کلهر و گوران و سنجابی پیدا شد، خود میتواند موضوع کتابی بشود. خلاصه آنکه 16 ماه تمام چکمه به پا و از شما چه پنهان پراولون به کمر در میان لرها و کردها در رفت آمد بودم و مشغول عقد قرارداد و عهدنامه و قسمنامه. اما فایده ای نبردیم و همین که قشون روس نزدیک شد همه باز به بغداد رفتیم. ولی با نزدیک شدن انگلیس به آنجا دسته دسته به جانب استانبول و از آنجا به بلند فرار نمودیم. من وقتی وارد بلند شدم دوستان روزنامه کاوه را علم کرده بودند. اولین مقاله‌ای که به قلم من در آن روزنامه انتشار یافت این عنوان را داشت: وقتی ملتی اسیر می شود. ترجمه آلمانی این مقاله هم در روزنامه‌های آلمان منتشر شد. قبل از حرکت از بلند هم برای روزنامه خاور که در استانبول به طبع می‌رسید مقالاتی فرستادم. از آن جمله مقاله‌ای بود با عنوان تاریخ فردای ایران. ضمن چاپ مقالاتم در روزنامه کاوه کتاب‌هایی هم به چاپ رساندم. کتاب اول بنده گنج شایگان نام داشت. کم کم با دوستان قرار گذاشتیم هفته یک شب را شب‌های جمعه دور هم جمع بشویم و مقالاتی را که حاضر ساخته‌ایم برای هم بخوانیم. وقتی نوبت به من رسید با بضاعت مزجات قصه‌ای با عنوان فارسی شکر است حاضر ساختم که بخوانم.
سخت بیمناک بودم که در محضر اساتید محترم که همه دریای فضل و کمال بودند چون این قصه خامی مطبوع واقع نگردد. نزد خود شرمنده بودم، ولی وقتی آن را خواندم سخت مورد تشویق واقع گردیدم. مخصوصاً مرحوم قزوینی که در این قبیل موارد از مبالغه هم روگردان نبود، به طوری مرا تشویق فرمود که نفس گرم و گیرای او هنوز هم پس از عمری کارگر است. به خوبی احساس میکنم که در کارهای ادبی هم محرک واقعی من همون تشویق‌ها و تحریض‌های آن بزرگوار است که عموماً نوشته‌های ناقابل مرا به دقت مطالعه می‌فرمود و ایرادهایی که وارد می‌ساخت بلا استثناء به قدری درست و محکم بود که قلباً مایه امتنان و افتخار من می‌گردید. در این زمینه از ایشان عجایبی دیدم که به معجزه و کرامت بیشتر شباهت دارد تا به انتقاد و خرده‌گیری. روی هم رفته یقین است که اگر در کار قلم خدمتی به هموطنان نمودم، قسمت اعظم آن را مدیون و مرهون آن مرد دانشمند و نیکخواه و بازوق هستم. کم کم قصه هایی بر قصه فارسی شکرست افزوده گردید. در دفتر یادداشت خود قطعاتی نوشته بودم که باقی است و به چاپ نرسیده است. سوادم کم بود و به زور و زجر فارسی را می نوشتم. وقتی در صغر سن از ایران بیرون آمده بودم، در مدارس ایران فارسی را درست تدریس نمی کردند. فارسی من هم خیلی ضعیف بود، ولی چون عشق داشتم خیلی می خواندم و مشق می کردم و کم کم قلمم به راه افتاده بود. اساساً شوقی به چیز نوشتن داشتم که دامنه‌اش طولانی شده بود. مقصود این است که بدون مقدمات و بدون استاد و بدون درس فارسی را کاملا نزد خودم و با وسایل معمولی یاد گرفتم و روز و شب با آن مشغول بودم. هر کتاب و مقاله‌ای که به زبان فارسی می‌خواندم مداد به دست یادداشت‌ها برمی‌داشتم. از اصطلاحات و تعبیرات و حتی از لغات و کلمات هم یادداشت‌ها برمی‌دارم و اغلب آنها را مرور می‌کنم. در خاطر دارم وقتی در برلن قصه می‌نوشتم در ضمن قصه‌ای احتیاج به تعبیری پیدا کردم که می‌گویند کاشف که به عمل آمد. می‌دانستم چون این تعبیری وجود دارد ولی کلمات آن درست به خاطرم نمی‌آمد. از هر کس پرسیدم جواب صحیحی نداد. عاقبت از راه اجبار مقصود را با کلمات دیگری بیان نموده و بر حسب مأمور قصه را دادم که حضرت آقای قزوینی ملاحظه فرمایند. وقتی ملاحظه فرمودند دیدم در حاشیه مرقوم داشتند که اینجا خوب بود می‌نوشتی کاشف که به عمل آمد. به قدری تعجب کردم که حد و حصر ندارد. مقصود این است که به ضبط اصطلاحات و ضرب المثل‌ها و تعبیرات دلبستگی مخصوصی داشتم و دارم. اساس و استخوانبندی و شالوده زبان را همین اصطلاحات و ضرب المثل‌ها می‌دانم. وقتی روزنامه کاوه به مناسبت مضایق مالی نتوانست دیگر انتشار یابد، کتابی که به اسم تاریخ روابط روس و ایران به قلم من قطعه در آن روزنامه به طبع می‌رسید ناتمام ماند. برای تأمین معاش در سفارت ایران در برلن کاری پیدا شد. آنجا محصلین ایرانی را که به وزارتخانه‌های ایران در برلن فرستاده شده بودند به من سپردند. چندین سال از عمرم به تربیت و رسیدگی به امور آنها گذشت و پشیمان نیستم. کم کم اسبابی فراهم آمد و مجله‌ای به اسم علم و هنر تأسیس گردید که اداره‌اش با من بود. سردبیر آن نیز خودم بودم و مقدار زیادی از مقالات آن به قلم من است. در آنجا نیز چند قصه به طبع رساندم. از قبیل پلنگ و نوپرست و دشمن خونی. ولی این مجله هم دنباله درازی پیدا نکرد. کم کم روزگار مرا به ژنو انداخت. در مؤسسه بین المللی کار مشغول شدم و کارم ادامه پیدا کرد. وقتی وارد این اداره شدم تنها یک پرونده در باب ایران یافتم که مرحوم سلیمان میرزا مکتوبی به اداره کار نوشته بود. در آن پرونده خبر داده بود که در دروازه قزوین اولین شرکت تعاونی به شکل مغازه‌ای افتتاح شده و اطلاعاتی در باب اداره نمودن آن خواسته بود. امروز ایران وزارت کار دارد، شورای عالی کار دارد، سازمان بیمه‌های کارگران دارد، قانون کار دارد، اتحادیه‌های کارگری دارد، قانون بیمه دارد و قسمت مهمی از کارگران مرتباً به کنفرانس‌های کارگری بین المللی نماینده می‌فرستند. اینها در محیط ایران جای خود را باز کرده و دارای حیثیت و اعتباری شدند.
البته به هیچ وجه ادعا ندارم که این کارها را من از پیش بردم. حاشا و کلا. ولی شاید وجود من هم به قدر سرسوزنی در تحقق این امور بی اثر نبوده است. همینقدر مرا بس است. آن سالها در کار نوشتن هم زیاد کوتاهی نکردم. کتاب‌های قلتشان دیوان، راهابنامه، قصه ها، صحرای محشر و دارالمجانین در همین ژنو نوشته شده است. چند کتاب دیگر هم نوشتم، تلخ و شیرین، سر و تهیه کرباس و آفاق و انفس که ترجمه چند قصه از زبانهای مختلف است. در ضمن این کتاب‌ها چون در موقع مطالعه کتاب و مقالات یادداشت‌های زیادی هم برداشته بودم، مقداری از آنها را به شکل کتابی به اسم 1000 پیشه به تب رساندم. یعنی 1000 مطلب اختیار کردم که قسمت اول آنها به تب رسیده و بقیه هم باید به تب می‌رسید. بعد از اینها هم مشغول جمع‌آوری و پاک‌نویس 1000 مطلب دیگر شدم. سابقاً دماغی داشتم و هر وقت کتاب فارسی خوبی مخصوصاً قصه و رمان به دستم می‌افتاد، به قصد تشویق نویسندگان مقالاتی در تقریض آنها در روزنامه‌ها به تب می‌رساندم. آن موقع با صادق هدایت و حجازی و محمد مسعود هم مناسباتی ممتد داشتم. در آخر کتاب یکی بود یکی نبود مقداری از کلمات عوامانه را ملحق به کتاب ساخته بودم. بنا به تشویق دوستان علل خصوص مرحوم پروفسور براون در جمع‌آوری این قبیل کلمات همیشه سعی بودم. آنها اینک کتاب قطوری شدند که امیدوارم روزی به تب برسانم. مرحوم هدایت در این کار خیلی به من کمک کرده است. من عقاید و نظریات خودم را در باب ادبیات و نثر فارسی مکرر گفتم و نوشتم. احتیاجی به تکرار ندارد. معتقدم باید کاری کرد که سرچشمه ذوق و فهم ایرانیان قوت بگیرد و نیرومند شود تا به خودی خود آنچه را مطرود است رد کند و آنچه را مقبول است بپذیرد. زیاد از بابت اینکه مقداری کلمات ناصحیح را به زور وارد زبان فارسی کردم غصه نمی‌خورم. مگر تمام کلمات زبان‌های دیگر درست است و اصل و ریشه صحیحی دارد. البته و صد البته باید نویسندگان حسابی حامی کلمات صحیح باشند. باید سعی داشته باشند به سابقه علم و ذوق خود کلمات خوب به میدان بیاورند تا مجالی برای کلمات سست و ناصحیح نماند. ولی اگر کلمه‌ای رواج یافت و عمومیت پیدا کرد و طبع مردم آن را پذیرفت و در افواه افتاد و سکه قبول یافت، نباید زیاد تعصب به خرج داد و تا روز قیامت استعمال آن را کفر شمرد. زبان حالت رودخانه جوشانی را دارد. باید سرچشمه آن پاک و قوی باشد تا اگر خاشاکی در آن وارد شود، خود رودخانه به قدرت و قوت خود آن را از میان ببرد و محو کند. این بسته به این است که جوانهای ما دارای افکار قوی و صحیح و تازه و جوان باشند. باید ذوق و فهم آنها از روی قواعد منطقی و عاقلانه و استوار ارتقا یابد. خلاصه آنکه مرد فکر خود باشند، بر اسب اعتقاد و ایمانی سوار باشند که در محیط و آب و هوای مملکت خودمان تربیت شده باشند. آب و علف جلگه‌های خودمان را خورده و نوشیده باشند. مسلم است که ما دروازه‌های مملکتمان را نمی‌توانیم به روی افکار جدید ببندیم. اگر ببندیم به خودمان و به مملکتمان و به دنیا و به تمدن خیانت کردیم. ولی افکار دیگران را نیز از راه خامی و بلا تشخیص و تمیز پذیرفتن کار معقولی نیست. همانطور که پارچه وارد می‌کنیم و نزد خیاط می‌بریم که مناسب قد و قامت و ذوق و سلیقه خودمان برایمان لباس بدوزد، در مورد قبول افکار جدید و قدیم بیگانگان هم باید آنهایی را بپذیریم که برای ما مناسب است و به ترقی و پیشرفت و رفاه مادی و معنوی هموطنانمان مفید و مناسب باشد. تا با اطلاع به احوال آب و خاک و مردم خودمان آن افکار را در دیگ فکر و تجربه به طوری که قابل هضم باشد حاضر نساخته ایم، آنها را به میدان نیاوریم و فکر مردم ساده را مشوش نسازیم. خلاصه آنکه باید خیلی عاقلانه و با حزم و احتیاط عمل کنیم که بیهوده وقت و انرژی صرف نشود. حالا کمی از دوران کودکی هم بگویم که ممکن است بعضی از آنها را قبلا نگفته باشم. من در سن 4 سالگی در اصفهان در نزد زنداییم آمنه بیگم که زن مؤمن و باسوادی بود الفبا را یاد گرفتم. وقتی الفبا و ابجد و حنبس را یاد گرفتم به مکتب رفتم
و عم جزخان شدم. قبل از آن که به الف الف آ به الف با برسن، چند روزی گرفتار هو الفتاح العلیم و بس مبارک بود چو فرهما اول کارها به نام خدا بودن. حالا درست یادم نیست که آیا اول الف الف آ را به ما آموختند یا الف هیچی ندارد، ب یکی به زیر دارد، ت دوتا بالا دارد، قاف سر گنده‌ای دارد. باز در خاطرم نیست که مد را بکشم و جزم را برهم بزنم، تشدید را سخت بگویم، الف همزه را به جای الف بشناسم و اگر نشناسم 100 تا چوب کف دستی و کف پایی بکنم تا بشناسم را با رعایت کدام مراتب از تقدم و تأخر می آموختیم. در آن مکتب 2 پایم به فلک رفت و لحاظا مادرم مرا به مکتب دیگری سپرد که در یکی از بالاخوان‌های مسجد سید در محله بیداباد واقع بود. در آن اوقات که در مکتب خانه‌ها درس می‌خواندم، پدرم مدام از ترس ذل السلطان و حاکم شهر از اصفهان فراری بود. مادرم مرا در راستا بازار بیداباد نزد میرزا حسن صحاف که کتاب‌های پدرم را صحافی می‌کرد به شاگردی گذاشت که درسم هم بدهد. تازه آنجا معنی خواندن و نوشتن را تا حدی فهمیدم. کم و بیش دستگیرم شد که منظور از یاد گرفتن این علامت‌های کج و موج که به نام حروف و حرکات خوانده می‌شوند چیست. همین که نزد صحاف کوره سوادی پیدا کردم، به مدرسه طلاب علم که در دهنه بازار بیداباد واقع بود رفتم. عمامه به سرم گذاشتند و با همه صغر سن به صورت طلاب علوم دینیه در آمدم. آنجا بی مقدمه صرف و نحو عربی با کتاب جامع المقدمات شروع گردید. در آن زمان بیشتر از 10 سال نداشتم، ولی خواندن و نوشتن را یاد گرفتم و توانستم با دیکته مادرم برای پدرم کاغذ بنویسم. در همان اوقات به دستیاری 2 نفر از اشخاص نسبتاً روشن و تحقیق‌خواه، میرزا علی خان و حاجی جواد صراف، مدرسه‌ای به طرز جدید باز شد. این مدرسه با مکتب‌های معمولی فرقی که داشت این بود که شاگردان مجبور نبودند هر یک قطعه جلو فرش برای خود بیاورند. خودش فرش داشت. پاکیزه‌تر و روشن‌تر بود و معلم که فرد معممی بود قدری هم حساب و انگلیسی می‌دانست. افسوس که این مدرسه عمر بسیار کوتاهی داشت و باز سر من بیکلاه ماند. چندی بیکار و بی کتاب و بی مدرسه در کوچه های شهر پرسه دادم تا آنکه خبر به گوش مادرم رسید که در محله شهشهان سید باسواد و انگلیسیدانی به اسم میر سید علی نقی خانه مسکونی خود را به صورت مدرسه‌ای درآورده است و شاگرد قبول می‌کند. مرا به او سپردند و از آنجا توانستم گلستان شیخ سعدی را از بر کنم. به یاد دارم در موقع بابی کشی، یعنی در سال 1321 هجری قمری، با خانواده بنکن از اصفهان شبانه فرار کردیم و راه تهران را در پیش گرفتیم تا به پدرم که از تبریز به آنجا آمده بود ملحق شویم. در تهران پدرم مرا به مدرسه ثروت گذاشت. در این مدرسه کتاب‌هایی که برای درس داشتیم عبارت بود از جغرافیای محمد صفی خان، هندسه علی خان، مارگو برای فرانسه و کتاب دیگری به اسم متد که گویا از تألیفات عباس قلی خان بود. هیچ در خاطر ندارم که آیا در این مدرسه فارسی هم درس می‌دادند یا نه. درس عربی را در همان کتاب جامع می‌خواندیم که حتی کتابی هم در باب منطق داشت، ولی عقل من به آنجاها قد نمی‌داد. روزی پدرم خیال کرد پسرش در مدرسه ثروت فارغ التحصیل شده است. مرا به مدرسه ادب از مؤسسات مرحوم حاجی میرزا یحیی دولت‌آبادی در محله امامزاده یحیی گذاشت. راه خیلی دور بود. هر روز بایستی 4 بار آن راه را پیاده و دوان دوان بپیمایم. در این مدرسه درس قرائت هم داشتیم که بلای جان من بود. هرگز نتوانستم تلفظ زاد را از زا تشخیص بدهم. معلم فرانسه مدرسه پروفسور حبیب شهاب بود که از بیروت آمده بود و گوشش کر بود. او به ما فابل‌های لافونتن را درس می‌داد که از بر بکنیم. ما نیز خوب از بر می‌کردیم و پس می‌دادیم. در مدرسه ادب بعد از ظهرها با صدای اذان محسن خان قجر که صدای خوبی داشت، شاگردها نماز جماعت می‌خواندند. من بچه سید معمم هم پیش نماز بودم. در امتحان آخر سال نجم الدوله که وزیر معارف بود شخصا در مجالس امتحان حاضر می‌شد. این شخص چون پدر من بالای منبر توی کوک تقویم او رفته بود، نظر خوبی در حق من نداشت. خوب به خاطر دارم روزی گفت چطور از پدری که منکر علم و دانش است پسرش را به مدرسه فرستاده است.
در همان اوقات دولت ایران چند نفر معلم فرانسوی برای مدرسه دارالفنون استخدام نموده بود. چون معلوم شد به قدر کافی شاگردانی که از عهده فهمیدن درس و زبان آنها برایند در تهران وجود ندارد و کلاس‌های درس آنها تقریبا خالی مانده بود، مرا هم به آنجا فرستادند. درس این پروفسورها به زبان فرانسه بود و اصلاً و ابداً نمی‌فهمیدیم چه می‌گویند. اگر به فارسی هم بود، باز سر در نمی‌آوردیم. لذا میرزا محمد علی خان فروغی و برادرش میرزا ابوالحسن خان که فرانسه می‌دانستند، سمت مترجمی یافتند. آنها شبها درس‌ها را در نزد اساتید فرانسوی حاضر می‌کردند و روزها به ما پس می‌دادند. البته با حضور استادها، به این صورت که اول آنها به فرانسه بیان می‌کردند و با گچ روی تخت سیاه تصویر می‌کشیدند، سپس مترجمین به فارسی ترجمه می‌کردند و شاگردها یادداشت برمی‌داشتند یا وانمود می‌کردند که یادداشت برمی‌دارند. من بچه سید معمم نابالغ سر درس استخوان‌شناسی هم حاضر می‌شدم که یادم از یک روز یک جمجمه به دست آورده بودیم و با نخود خام سوراخ‌های آن را پر کردیم و بعد آب در آن وارد ساختیم تا نخودها باد کرد و استخوان‌های جمجمه را در هم ترکانید و ما توانستیم درس خود را استخوان به دست یاد بگیریم. در دارالفنون معلمین دیگری هم داشتیم از قبیل اسدالله خان برای هندسه و مزین الدوله برای درس شیمی و موسی و رشار برای فرانسه. یک نفر فرانسوی دیگر که میگفتن معلم احمد میرزای ولیعهد است به ما تلماک درس میداد. خدایی شد که دامنه انقلاب و قوای مشروطیت بالا کشید و پدرم مرا برای تحصیل به بیروت فرستاد و گریبانم را از مشقت آن نوع تحصیل بی‌حاصل خلاصی بخشید. مدتی بعد برای انجام خدمات وطنی رهسپار بغداد گردیدم. پس از عبور از چند کشور و مسافرت دور و دراز پردردسر و مشقتی که به گفتن می‌ارزد و می‌ماند انشاءالله تعالی برای موقع دیگری، در بحبوحه گرمای تابستان وارد شهر بغداد شدم. آنجا دست به کار تأسیس روزنامه‌ای شدیم. در آن تاریخ وضع بغداد سخت آشفته و بحرانی بود و همه در صدد فرار بودند. قنصولگری آلمان هر طوری بود برای حرکت دادن من به برلین درشکه‌ای و مقداری آذوقه و یک قمقمه بزرگ چرمی برای آب آماده کرد. در شرف حرکت بودم که سرکله یک مرد ایرانی پیدا شد. او را تا آن وقت نه در کرمانشاه و نه در بغداد ندیده بودم. سخت سراسیمه و مضطرب به نظر می آمد. با پریشان حالی از من پرسید مگر مرا به جا نمی آوری؟ به نظرم قدری آشنا می آمد. ولی درست به جا نیاوردم. گفت من حاجی محمد باقر کاشانی هستم. با پدرت دوست بودم و خودت را هم چند سال پیش در تهران دیدم. به خاطرم آمد و پرسیدم چرا این همه اضطراب خاطر دارید؟ گفت دستم به دامنت. اگر در اینجا بمانم و به دست انگلیس‌ها بیفتم جانم در خطر است. اکنون جانم در دست توست و امیدوارم بی‌مضایقه مرا نجات بدهی. با خنده گفتم شما کاشانی هستید و مگر کاشانی‌ها به جرأت و شهامت مشهور نیستند؟ نگران نباش، هیچ جای این همه هراس نیست، خدا بزرگ است. گفت موقع شوخی نیست، آمدم تا به پاس دوستی با پدرت و خودت خواهش نمایی که قبول نمایی تا من هم با تو همسفر شوم و خود را به استانبول برسانم. با کمال میل و نیت هم حاضرم سهم خودم را از اجاره درشکه بپردازم. گفتم درشکه را من اجاره نکردم، ولی شما قدری آب و آذوقه فراهم بیاور و بیا سوار شو. خلاصه تهیه کرد و سوار شد و به امید خدا راه افتادیم. باید روزها راه می‌رفتیم و شبها می‌ماندیم تا اسب‌های درشکه و درشکچی و هم خودمان قدری استراحت نماییم. روزها به شدت گرم می‌شد، ولی محض اینکه آفتاب غروب می‌کرد سرد می‌شد و رطوبت به قدری زیاد می‌شد که پتو را بدون مبالغه کاملا خیس می‌کرد. ولی همین که روز می‌شد و آفتاب برمی‌خاست، در اندک مدتی پتوها دوباره کاملا خشک می‌شد و به راه می‌افتادیم. مسافرت من از راه حلب و استانبول تا برلین به هر نحوی بود گذشت و سرانجام به برلین رسیدم. موقعی بود که دوستان به خصوص تقی‌زاده و قزوینی روزنامه کاوه را علم کرده بودند و چند شماره از آن هم انتشار یافته بود. من هم در آنجا مشغول گردیدم. مجبور بودیم تمام کارهای روزنامه را خودمان به شخصه انجام بدهیم. نوکر و خادمی نداشتیم. حروفچین مطبعه شخصی آلمانی بود و فارسی نمی‌دانست. مجبور بودیم نمونه‌ها را 6-7 بار تصحیح نماییم و کار سنگین بود. تهیه مقالات هر یک مستلزم مقدار زیادی مطالعه و تحقیق بود. مکاتبات و حسابداری و کارهای خردوکران بسیار دیگری که فرع روزنامه‌نگاری است همه به عهده خودمان بود. کار آسانی نبود.
آنان در یک کشور بیگانه و شکست خورده که شیرازه امورش در هم گسسته بود. یک شب که در جمع بزرگان نوبت به من رسید که مطلبی بخوانم، خود را سخت معذب دیدم. یاران همه اهل فضل و کمال بودند و آن همه کتاب به زبانهای گوناگون و علل خصوص به زبان فارسی و عربی خوانده بودند که حتی اسم آنها هم به گوش من جوان 20 و چند ساله ابجدخان نرسیده بود. متحیر بودم که درباره چه موضوعی میتوانم سخن برانم که حضار نگویند زیبقم در گوش کن تا نشنوم یا درم بگشای تا بیرون روم. سرانجام دل به دریا زدم و با ترس و لرز داستانی را که برای سرگرمی خودم نوشته بودم با تقدیم معذرت و به قول فضلا از بضاعت مزجات برایشان خواندم. منتظر پرخاش بودم ولی همه ساکت مانده بودند و به دقت گوش می‌دادند. قزوینی که ترس و رو به من بیشتر از ناحیه او بود سرتاپا گوش شده بود و همان برق کذایی را در چشمایش می‌دیدم. بر من معلوم نبود که برق غضب است یا برق قبول. هنوز داستان به پایان نرسیده بود که مورد تحسین و سر و صدای حضرات واقع گردیدم. قزوینی با حالی که از اعجاب حکایت میکرد نگاه تند و تیز خود را به من دوخته بود و در تمجید و تشویق بر دیگران سبقت میجست. چنان در تعجب و حیرت بودم که گفتنی نیست. فی المجلس مقرر داشتند که داستان در روزنامه کاوه به چاپ برسد. چندی بعد با عنوان فارسی شکر است در شماره اول از دوره جدید آن روزنامه به چاپ رسید. این اولین داستانی است که به قلم من به چاپ رسیده است. بعدها در فروردین 1341 شمسی در ضمن مقاله‌ای که اکنون در خاطرم نیست که آیا در جایی هم به چاپ رسید یا نه، ولی رونوشت آن را نگاه داشتم و عنوانش این بود: چهارشنبه‌ای که سرنوشت من نوشته شد. چنین نوشتم: تشویق بزرگوارانه سرورهای محترم به جایی رسید که در همان شب و همان ساعت مهر قطعی و دائمی نویسندگی بر دامن سرنوشت من زده شد. در سایه عنایت آمیخته به دلالت و هدایت آنها نویسنده از آب درآمدم و از آن تاریخ به بعد، یعنی درست در 40 سال پیش تا به این ساعت که این سطور را می نویسم، قرطاس و قلم دست از سرم بر نداشتند و اطمینان دارم که تا به لب گور همراه و همرکابم خواهند بود. اکنون که آذر ماه سال 1351 است و دارم این خاطرات را می نویسم، 50 سال از آن تاریخ می گذرد. طالع یار بوده و حرفم درست در آمده است. جز این که الحال به جای 40 می توانم از 50 سال صحبت بدارم و خدا را شکر کنم که حوادث روزگار مرا به خلف وعده و آرزو مجبور نساخته است و دعا کنم که تا آخر عمر به همین منوال بگذرد و به قلم و کاغذ با وفا بمانم. بعدها همین که مجالس ادبی یاران نضجی گرفت و خبر آن به گوش هموطنان ساکن بلدن رسید که گذشته از عده‌ای محصل و دانشجو عموماً تاجر فرش بودند، تصمیم گرفته شد ماهی یک بار هم جلسه صحبت‌های ادبی و علمی را عمومی سازند تا عموم هموطنان بتوانند در آنجا حضور یافته استفاده نمایند. بدین منظور اعلانی در روزنامه کاوه انتشار یافت. از آن پس هر ماه یک بار با دعوتنامه‌های چاپی هموطنان مقیم بدلند خبردار می‌شدند که فلان روز و فلان ساعت مجلس ادبی در فلان محل عموماً تالار یکی از چایخانه‌های شهر منعقد خواهد گردید و فلان آقا درباره فلان موضوع به زبان فارسی صحبت خواهد داشت. باید اعتراف کنم که روی هم رفته هموطنان حسن استقبالی نشان ندادند. شنیده میشد آب و هوای آلمان و کیفیات محیط که خود آنها آن را دنج و خوش و آسوده و مسرت‌جا و خودمانی بیان می‌کنند در آنها تأثیر بخشیده است. یعنی آنها را که پرورده افکار خیام و حافظ هستند به نغمه‌های موزون و دلنشین شوبرت و شوپن که در عالم موسیقی و تار و آواز تا اندازه‌ای به منزله باربد و نکیسای ما هستند دلبستگی پیدا کردند و دستور خواجه شیراز که فرموده از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوقونه کنم را به کار بستند. خراسان که مجالس عمومی چنان که دوستان منتظر بودند توفیقی حاصل نکرد. کیست که اهل انصاف باشد و مزه ذوق را چشیده باشد و به این هموطنان فرش فروش که از بام تا شام در انبارهای گمرک و پستوی دکانهای تاریک و روشن خود هوای گردآلودی را استنشاق می‌کردند که بوی پشم گوسفند و شتر می‌داد حق ندهند؟ ما نیز خوب است به این گفتار دور و دراز پایان بدهیم و با این کلام شیخ سعدی دردسر را کوتاه گردانیم که گفت سعدیا بسیار گفتن عمر ضایع کردن است، وقت عذر آوردن است. استغفر الله العظیم.
خب دوستان عزیز، بخشی از خاطرات و زندگینامه سید محمد علی جمالزاده، پدر داستان‌نویسی نوین ایران را شنیدید. درباره او به نقل از شادروان ایرج افشار باید اضافه کنیم که در سراسر عمر با یاد ایران زندگی کرد. هر روز کتاب‌های فارسی را می‌خواند و بیوقفه به دوستان و نویسندگان و شاعران ایران نامه می‌نوشت. نامه‌های او آنقدر زیاد بود که بعدها کتابی مستقل از آنها پدید آمد و منتشر شد. او هرچه تحقیق و تألیف کرد درباره ایران و سنت‌ها و آیین‌های ایرانی بود. اگر هم مطالبی نوشت که درباره ایران نبود، حتما به زبان فارسی و برای بیداری و گسترش معارف ایرانیان بود. خانه‌اش در خارج هم همیشه آراسته به قالی و قلمکار و قلمدان و ترمه و تافته و مسینه و بلنجینه‌های کرمان و اصفهان و یزد بود. نشست و برخاستش در سراسر عمر با هموطنانش بود و اوقات فراغت را با آنها می‌گذراند. لذت می‌برد از اینکه فارسی حرف بزند. با خاطرات کوتاه گذشته‌ای که از ایران داشت دلخوش بود. همیشه از اصفهان دوره کودکی خود و محله بیداباد حکایت می‌کرد. گاهی دامنه صحبت را به فعالیت‌های سیاسی پدرش در جریان مشروطه‌خواهی می‌کشاند و از ویژگی‌های یک انسان راستین سخن می‌گفت. به قول شادروان ایرج افشار، جمالزاده در رشته حقوق درس خوانده بود، ولی درباره آن مباحث حتی یک سطر هم به قلم نیاورد. با اغلب بزرگان ادبی ایران آشنا بود و از آنها بسیار چیزها آموخت. او فعالیت فکری و نویسندگی خود را با پژوهش آغاز کرد و پیش از آن که به داستان نویسی روی آورد، نویسنده مباحث تاریخی و اجتماعی و سیاسی بود. او پس از شهریور 1320 که مجله‌های مختلف ماهانه ادبی در ایران تأسیس شد، در اغلب آنها مقاله نوشت و داستان منتشر کرد. در مجله‌های سخن، یغما، راهنمای کتاب، وحید، ارمغان و هنر مردم بیشتر از جاهای دیگر مطلب دارد. نکته جالب این که درباره او تا به حال 10 کتاب نوشته شده و در تحلیل آثارش بسیاری از منتقدان مطلب نوشتند. یکی از آثار مهم او گذشته از داستانها و مطالب اجتماعی و اخلاقیش فرهنگ لغات عامیانه است. او به جمع‌آوری لغات عامیانه علاقه فراوانی داشت. کتابی که از این کوشش و تلاش او فراهم شد حدود 470 صفحه است و چیزی در حدود 7000 واژه و اصطلاح و ترکیب عامیانه دارد. جمالزاده تقریباً هر کتابی را که برایش می‌فرستادند می‌خواند و در حاشیه آن یادداشت‌های ذوقی یا انتقادی می‌نوشت. سبک مرسومش در این یادداشت‌ها بر این بود که پس از خواندن کتاب تازه رسیده، شمه‌ای از نظر خود را برای مؤلف آن کتاب می‌فرستاد. اگر کتاب ارزشمند بود، آن مطالب را در مقاله‌ای می‌آورد و در مجله‌ها چاپ می‌کرد. شاید نزدیک به 80 مقاله از این گونه داشته باشد و بسیاری از مهمترین آنها در مجله راهنمای کتاب چاپ شده است. جمالزاده در سال 1355 شمسی طی مقابله نامه‌ای که با دانشگاه تهران امضا کرد، قسمتی از کتاب‌های کتابخانه خود را در 3 مرحله به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران بخشید. ضمناً اجازه داد که زیر نظر هیئت امنایی ثلث مبلغ از حقوق تألیف کتاب‌های خودش صرف خرید کتاب برای همان کتابخانه بشود. ثلث دیگر به دانشجویانی داده شود که مستحق کمک و علاقه‌مند به تحقیقات ادبی و تاریخی باشند. ثلثی از آن نیز به یکی از مؤسسات خیریه اصفهان تعلق گیرد. بعدها جمالزاده مقداری از سهام سیمان را هم که در ایران داشت به دانشگاه تهران واگذار کرد تا به همان مصارف منظور نظر برسد. پس از درگذشت او در آبان ماه سال 1376 در سن 105 سالگی، نامه‌ها، اوراق، عکس‌ها و نوشته‌های پراکنده‌ای که در خانه‌اش بود به تعداد 26,000 برگ از طریق کنسولگری ایران به سازمان اسناد ملی ایران تحویل داده شد. در اواخر عمر این نویسنده بزرگ، دانشگاه تهران به او درجه دکترای افتخاری داد. جمالزاده در پایان کتاب سر و ته کرباس آرزویش را درباره محل دفنش به این صورت نوشته بود: در این آخر عمری تنها آرزویی که دارم این است که از همان جایی که به خشت خاک افتادم همانجا نیز به خاک بروم و پس از طی دوره پرنشیب و فراز عمر خواب واپسین را در جوار زاینده رود دلنواز سر به دامان تخت فولاد مهمان نواز نهاده دیده از هستی پررنج و ملال بربندم. اما ای بسا آرزو که خاک شده است. او به جای آرمیدن بر کناره زاینده رود کنار دریاچه لمان سوئیس به خاک سپرده شد. روحش شاد.